شده تا حالا وسط بازی باشی توی موقعیت خیلی حساس یهو پینگت بپره و همه چی خراب کنه؟ مطمئنم که واسط پیش اومده. این به خاطر اینه که داری از DNS های عمومی مثل گوگل، کلادفلر یا حتی شکن استفاده میکنی. نسخه های داخلی به خاطر اینکه سروراشون ضعیفه معمولا اوورلود میکنه و تعداد کاربر زیاد رو نمیتونه هندل کنه. به خاطر همین پینگ شما ضعیف میشه و نمیتونین اون تجربه خوب توی بازی به دست بیارین. DNS های خارجی هم که تکلیفشون معلومه. از اونجایی که ما محدودیت های زیادی توی ایران داریم نمیتونیم ازشون به درستی استفاده کنیم. ولی توی این ویدیو قراره بهتون یاد بدم چه جوری DNS شخصی خودتون رو روی سرور شخصی خودتون اجرا کنین که تمام این مشکلات رو کنار بزنین و بتونین یه تجربه فوق العاده توی گیمینگ داشته باشین. ولی حتما باید تا آخر این ویدیو رو نگاه کنین، چون توی هر قدم یه سری چیزا رو بهتون توضیح میدم که مطمئنم به دردتون میخوره و اگه رعایت نشه احتمالاً DNSتون خوب در نیاد و اونجوری که باید کار نکنه. اگه منو نمیشناسین، من پوریام، مهندس آیتی و چیزایی که به واسطه شغلم یاد گرفتم و توی این کانال بهتون آموزش میدم. پس همین الان اگه سابسکرایب نکردی دکمه سابسکرایب رو بزن و عضو این کامیونیتی باحال شو تا بریم واسه ادامه ویدیو. واسه این ویدیو البته یه پیش نیازم داریم، اونم یه فایله که تمامی دستوراتی که قراره توی این ویدیو اجرا کنم و توش گذاشتم و میتونین به راحتی برین توی کانال تلگرام زیر همین ویدیو دانلودش کنین و بدون اینکه این دستورات رو دونه دونه بنویسین کپی پیستش کنین و راحت ازش استفاده کنین. در ضمن واسه کاربرای حرفه‌ای هم که دارن این ویدیو رو میبینن، این DNS دو تا پورت رو اشغال میکنه، یکی پورت 53 و یکی پورت 5353. پس نگران نباشین، با کانفیگاتون و VPN هایی که روی سروراتون اجرا کردین هیچ تداخلی نداره و راحت میتونین اجراش کنین و ازش استفاده کنین. حتی اگه دوست داشتین میتونین زیر هم ویدیو واسم کامنت بذارین که آموزش متصل کردنش به پنل صنایع رو هم واسهتون بذارم. خب دیگه توضیحات فکر میکنم کامل بود. بریم که بهتون بگم باید چیکار کنیم. ببین بچه‌ها، ما واسه این که بخوایم DNS خودمون ران کنیم نیاز به یه سرور توی خارج یا توی ایران داریم. پیشنهاد خودم سرور خارجه. هر چی نزدیکتر به ایران باشه پینگتون بهتر میشه و سرعتتون بالاتره. من خودم از سایت دوپراکس استفاده میکنم و سرورامو تهیه میکنم. لینکش هم زیر همین ویدیو میذارم که اگه دوست داشتین از اونجا تهیه کنین و استفاده کنین. من واسه این ویدیو یه سرور سوئد از دیتا سنتر ولچر گرفتم از سایت دوپراکس. لینکشو واسهتون میذارم، میتونین خیلی راحت برین ازش سرور بگیرین، ازش استفاده کنین. منتها وقتی سرور رو گرفتین باید یه چیزی رو حتما چک کنین. میایین اینجا توی گوگلتون سایت چک هاست رو سرچ میکنین و IP سروری که خریداری کردین رو میایین به سایت چک هاست میدین و ازش پینگ میگیرین. این سایت چیکار میکنه؟ میاد از کشورهای مختلف از سروری که شما تهیه کردین پینگ میگیره و بهتون میگه این سرور توی کدوم کشورها در دسترسه و توی کدوم کشورها در دسترس نیست. و ما به خاطر چی این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه بفهمیم که آیا این سرور توی ایران در دسترس هست یا نه. و همونجوری که میبینیم با پینگ تقریبا خوبی واسه من توی ایران در دسترسه. پس میتونم راحت ازش استفاده کنم به عنوان DNS یا به عنوان هر چیزی که دوست داشتین. در ضمن این ویدیو فقط برای مسائل آموزشیه و ازش برای دور زدن هیچ نوع محدودیتی توی هیچ کشوری استفاده نکنین و بهتون پیشنهاد نمیدم که این کارو انجام بدین. بعد از اینکه سرور تهیه کردین نیازه که به سرورتون کانکت بشین. واسه اینکه به سرورتون کانکت بشین میتونید از نرم افزارهای مختلفی استفاده کنین. من توی این ویدیو از نرم افزار بیتوایز SSH استفاده میکنم که خیلی راحته و کاربردیه. همینطور میتونین از برنامه‌های دیگه مثل موبو اکستریم یا هم از ترمینال خود ویندوز هم استفاده کنین واسه کانکت شدن به سرورتون. هیچ فرقی نداره که از چه برنامه‌ای استفاده کنین. من برای اینکه با بیتوایز راحتم از بیتوایز استفاده میکنم. بیتوایز رو باز میکنم، توی قسمت هاست اینجا IP سرورم کپی میکنم، توی قسمت هاست وارد میکنم، توی قسمت یوزرنیم هم روت مینویسم، پورتش هم که 22، لاگین رو میزنم. توی این قسمت ازمون میخواد که کلید شادی 256 رو تایید کنیم و روی کامپیوترمون سیو کنیم. من اکسپت رو میزنم و سیوش میکنم. روی پنجره بعدی بهمون میگه پسورد رو بهم بده. پسورد رو باید از کجا بیارین؟ خیلی راحت میایین توی دوپراکس، اگه از دوپراکس سرور گرفتین توی قسمت اکسس اینجا روی کپی پسورد کلیک میکنین و پسوردتون رو توی این قسمت وارد میکنین. اوکی که بزنین، این سمت رو اگه یه نگاهی بندازین یه قسمت جدید به اسم ترمینال واسه من ایجاد شده و از اون طریق میتونم به سرورم کانکت شم و دستوراتی رو که دوست دارم بهش بدم. خیلی راحت روش کلیک میکنم و ترمینال من که میتونم از طریقش سرورمو کنترل کنم باز میشه و میتونم ازش استفاده کنم. ولی همونطور که اول ویدیو گفتم بهتون باید حتما برین توی کانال تلگرام و این دستوراتی که واسهتون اونجا گذاشتم رو دانلود کنین و از روی این دستورات با من پیش بیاین که به مشکل و اروری نخوریم. اگه هم مشکل داشتین همونجا توی کانال تلگرام میتونین بهم پیام بدین، سعی میکنم خودم جوابتون رو بدم، مشکلتون رو حل کنم. اولین کاری که میکنین این دو خط اولو کپیش میکنین، میایین توی سرورتون پیست میکنین و منتظر میمونین که کاراشو انجام بده. دو
خط اول سرورمون رو آپدیت کرد و برنامه آنبند رو واسمون نصب کرد. بعدش خیلی راحت میایین خط بعدی کپیش میکنین و اینجا پیستش میکنین. خط بعدی واسه اینه که بفهمیم که برنامه‌ای که واسه DNS قرار ازش استفاده کنیم روی سرورتون نصب و فعال شده یا نه. اگه یه همچین پیامی دیدین یعنی روی سرورتون کامل نصب شده و فعال شده و میتونین ازش استفاده کنین. پس میایم دوباره توی فایلی که گذاشتم خط بعدی رو کپی میکنین، خیلی راحت اینجا پیستش میکنین و اینجا یه صفحه جدید واسهتون باز میشه. البته توی خود همون تلگرام باز میشه و باید کانفیگتون رو اینجا اضافه کنین. کانفیگ کدومه؟ اینجا اگه دقت کنین من بالا هر دستور کاری که اون دستور انجام میده رو واسهتون نوشتم. اینجا نوشتم که این محتویات کانفیگه. این کانفیگ رو کامل کپیش میکنیم، بعدش میایم توی سرورمون پیستش میکنیم. همونجوری که میبینین واسه من کامل پیست شد و میتونم ازش استفاده کنم. منتها باید یه سری چیزا رو تغییر بدیم. خط سوم اگه دقت کنین من واسهتون نوشتم اینترفیس یور آی پی، یعنی باید آی پی خودتون رو اینجا وارد کنین. من یور آی پی رو پاک میکنم، شما هم باید دقیقاً همین کارو انجام بدین. بعد میایم توی دوپراکس آی پی سرورمون رو کپی میکنیم، میاریم جلوی اینترفیس پیستش میکنیم. دوباره نیازه که بیاین پایینتر، اینجا یه خط یکی مونده به آخر قبل از اسلش که نوشتم یور آی پی، این رو هم پاک میکنین و آی پی تون رو اینجا هم پیست میکنین. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین تنها کاری که نیاز انجام بدین اینه که کنترل ایکس رو بزنین، وای انگلیسی روی کیبوردتون رو بزنین و بعدش اینتر کنین و تمام. الان کانفیگ شما ساخته شده و میتونید ازش استفاده کنین. بعدش دوباره میایم توی فایل دو تا خط بعدی رو کپی میکنیم و اینجا بهش میدیم. بعدش دوباره میایم توی فایل وضعیت DNS رو باید چک کنیم که ببینیم بدون ارور داره کار میکنه یا نه. پس خط بعدی رو بهش میدیم و همون جوری که میبینین یه سری ارورا به ما داده. واسه اینکه این ارورا رو رفع کنیم خیلی راحت دوباره میاین توی فایل و خط ساخت کانفیگ رو کپی میکنین، اینجا پیستش میکنین، میاین پایین خط آخر رو باید حذفش کنین. میاین خط آخر رو با کامل حذف میکنین. شاید واسهتون سوال باشه که چرا من این خط آخر رو کلا گذاشتم و پاکش نکردم. به خاطر اینکه بعضی سرورها باید این خط آخر باشه و بعضی از سرورها ارور میده. این سروری که من الان گرفتم از اون سروراییه که ارور میده. واسه اینکه واسه شما عزیزان همتون یک جور کار کنه من مجبورم که خیلی راحت این خط رو پاک میکنین، کنترل ایکس و وای رو دوباره وارد میکنین و اینتر میکنین. الان اگه دوباره بیایم و وضعیت DNS رو چک کنیم، خط وضعیت DNS رو بزنیم، الان میبینین که بدون هیچ اروری ما میتونیم از DNS مون استفاده کنیم و همونجوری که میبینین بدون هیچ اروری الان DNS کار میکنه و میتونین ازش استفاده کنین. بعدش دوباره میایم سراغ فایل، باید DNS مون رو فعال کنیم. اینجا این دو تا خط رو کپی میکنین، پیستش میکنین و تمام. الان DNS ما فعال شده و میتونیم ازش استفاده کنیم. کار بعدی که انجام میدیم اینه که باید تستش کنیم که ببینیم DNS ما درست داره کار میکنه یا نه. خط تست DNS رو کپی میکنیم، اینجا پیستش میکنیم و همونجوری که میبینین توی 92 میلی ثانیه واسه ما گوگل رو ریزالو کرد و میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا خوبی این DNS چیه؟ اینه که من واسهتون کش گذاشتم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه دوباره بیایم همون دستور رو پیست کنیم، این بار به جای 92 میلی ثانیه با 0 میلی ثانیه به ما جواب میده. یعنی اینکه شما فقط درخواست اولتون توی گیم شاید طول بکشه، از اون به بعد تمام درخواست‌های شما کش شده و بدون اینکه دوباره به سرور اصلی پیام بفرسته و کوئری بفرسته به شما جواب میده و اینجوری بدون هیچ تأخیری و بدون هیچ نوسان پینگی شما میتونین بازی کنین. بعد از اون نیازه که یه اینترفیس واسه استفاده از این DNS واسه خودمون ست کنیم. من خودم به شخص ادگارد رو خیلی دوست دارم چون میشه خیلی کار پیشرفته‌ای باش کرد. اگه دوست داشتین آموزش کار با ادگارد کامل واسهتون توضیح بدم زیر همین ویدیو کامنت بذارین، آموزش کامل واسهتون ضبط میکنم و میتونین ازش استفاده کنین. بریم که ادگارد رو هم روی سرورمون نصب کنیم که بتونیم از طریق وب DNS مون رو کنترل کنیم. خیلی راحت میایم دوباره توی فایلی که واسهتون گذاشتم این دو تا سه تا خط رو کپی میکنین و اینجا پیستش میکنین. چند لحظه که صبر کنین این پیام رو بهتون میده که میگه میخواین ادگارد رو نصب کنین یا نه. ما از اونجایی که میخوایم وای رو میزنیم، اینترش که کنیم، ادگارد واسه ما نصب و فعال شده. بعد از اینکه نصب شد خیلی راحت میایم توی براوزرتون، اول میایم توی سایت دوپراکس، آی پی مون رو کپی میکنیم، اینجا آی پی رو پیست میکنیم و با پورت 3000 بازش میکنیم. توی این قسمت ما وارد پنل ادگاردمون شدیم. گت استارت رو که بزنین توی قسمت اول که کاری باهاش نداریم، میایم توی قسمت دوم DNS سرور، اینجا رو روی آی پی مون قرار میدیم و اینجا پورتش رو میذاریم 53. اگه به یه همچین اروری خوردین یعنی اینکه سرورتون یه سرویس از قبل روی پورت 53 ران کرده، پس نیازه که ما اون سرویس رو استاپ کنیم. واسه این کار خیلی راحت برمیگردین توی فایل، اینجا من سیستم استاپ رو واسهتون گذاشتم. دو تا خط رو کپی میکنین،
میاین توی ترمینالتون دو تا خط رو پیست میکنین و تمام. الان ما میتونیم از اون پورت استفاده کنیم. بیایم اینجا یه تغییرش بدیم و همونجوری که میبینین خطمون برطرف شد و میتونیم ازش استفاده کنیم. بعدش میایم روی نکست کلیک میکنیم. اینجا به ما میگه یه یوزرنیم پسورد واسه خودتون بسازید. من حالا چون واسه تست یه یوزرنیم آسون میذارم، ولی شما حتما یه چیز سخت واسش انتخاب کنید که قابل حدس نباشه. بعدش هم روی نکست کلیک میکنم. توی این قسمت بهتون یه سری آموزش‌ها راجع به اینکه چجوری واسه اینکه چجوری دی ان اس رو ست کنین بهتون میده، ولی چون انگلیسی احتمالاً به درتون نخوره. اگه آموزش ست کردن دی ان اس هم خواستین واسم کامنت بذارین، یا هم بیاین توی تلگرام، اونجا بهتون توضیح میدم که چجوری دی ان اس رو ست کنین. بعدش میایم روی نکست کلیک میکنیم، روی اوپن داشبورد کلیک میکنیم و تمام. الان میتونیم به سرور ادگاردمون وارد بشیم. اینجا یوزرنیممون که ادمین بود، پایینش هم که رمزمون رو میزنیم و سلام. اینتر رو که بزنم وارد یه همچین صفحه‌ای میشم. ولی الان دی ان اسی که ما روی سیستممون ساختیم هنوز به ادگارد متصل نشده، نیازه که متصلش کنیم. میایم توی قسمت ستینگ، توی دی ان اس ستینگ، اینجا توی قسمت آپ استریم دی ان اس سرور این خط رو پاک میکنیم، مینویسیم 127.0.0.1، دو تا نقطه میذاریم و 53. وقتی که بیایم پایینتر اینجا روی تست کلیک کنیم، فکر میکنم تصویر من روش باشه واسه همین نتونین ببینین، ولی قشنگ گزینه سبز واسهتون میاره و این یعنی که سرورتون با موفقیت فعال شده و میتونین ازش استفاده کنین. بعدش روی اپلای کلیک میکنیم و الان سرور ما آماده استفاده است. منتها واسه اینکه ببینیم واقعا داره کار میکنه یا نه، میتونین این کار رو انجام بدین. بیاین آی پی تون رو کپی کنین، بیاین یه ترمینال باز کنین واسه خودتون، توش بنویسین ns lookup مثلا google.com، بعدش هم آی پی سرورتون رو بذارین. الان وقتی اینتر بزنم از طریق دی ان اسی که من ساختم، وصل شد و دامنه گوگل رو واسم ریزولو کرد و آی پی شو بهم برگردوند. اگه بیایم توی قسمت ادگارد، بعدش میایم توی قسمت کوئری لاگ و همونجوری که میبینین یه دو تا درخواست از طرف من واسه سرور رفته و دامنه گوگل واسه من ریزولو شده. الان شما خیلی راحت میتونید از این آی پی توی همه دیوایساتون به عنوان دی ان اس استفاده کنید. توی پارت بعدی این ویدیو قرار دی او اچ کردن همین دی ان اس رو بهتون آموزش بدم که خیلی راحت دی ان اس اوور اچ تی پی اس رو روش فعال کنین و ازش استفاده کنین. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین، سابسکرایب به هیچ عنوان فراموش نشه و این ویدیویی که الان میاد اینجا رو ببینین، احتمالاً به دردتون بخوره و ازش بتونین استفاده کنین. دوستتون دارم، مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. فعلا.